تورنمنت کومبو بریکر مورتال کامبت 9 بین سانیک فاکس همین روباویه و آقا سیروس، اسمش نمیدونم سیروس باشه، سانیک فاکس همون ملیناس و آقا سیروس گلم که کرکتر مورد علاقه من آورده. کابال همون سیروس اگه این مچو بگیره کلا تموم میشه قهرمان و سانیک فاکس باید اینو کامبک بزنه بعدی هم ببره. فرسیتو گرفت یا نازم چه دش کنسل سختی داره همینو ببین. کابال سوپر پاوره، اوور پاور نیست. فلان که داره میخوره کتک. آقا چشش کردیم داره کتک میخوره. واو آرموراشو ببین. کمبا نو چی بوده؟ کمبه خوشگر کورنری داره میزنه. یه 33 تا فکر کنم زد. عالی. وای وای ویفت داد. اون 30 تا رفت تو پاچه. بله بریک از سانیک میتونه دووم بیاره یا نه؟ کامبک رو میتونه. وای گرفتش. میتونه تمومش بکنه یا نه؟ نمیتونه. دمیج کابال کمه و سوتی داد. سانیک فاکس مچ پوینت کاباله. اگه اینو بگیره تمومه و سانیک فاکس باید کامبک بزنه. ببینیم میتونه یا نه. زیاد دیدیم از سانیک فاکس. این سانیک فاکس میتونه از اون کامبک های معروفش بزنه یا نه؟ فعلا که کارو جمع کرده. بنازم یه کامبوی زیبا اوله ما تحتش کرد. دوباره 35 تا. اوه وای پرشرا رو بریم. وای مگه میشه باز نشد جلو کابال. آن سیف ول داد. وای ویف داد. بنازم کامبو رو کرد تو پاچه سانیک. آره سانیک سخت کامبک بزنه به این پلیر. پرشر رو ببین. وای چه دفاعی کردن تا صبح پانیشه. آیا تمومه؟ وای اینم سوتی داد. چه حساس شده این دقایق. واه شاورموری زد ارگام. واه سیروس برد. هر مسابقه دیگه بود بگی تا حتما بریم.